در این لحظه های ادانه به تمام متخصصان و بنیادگران نیروگاه برقی آبی راغون که شبانه روزی در این عرصه زحمتی سازنده کارنمایی نشان میدهند و به کل ساکنان مملکت برای سهم وطن دوستانه اشان در بنیاد این انشاءات تقدیرساز عصر منتداری صمیمی بیان می نمایم. ماه مارس سال 2018 از جانب سازمان ملل متحد تشبث چهارم تاجیکستان در جاده حل یکی از پرابلم‌های گلوبالی سیاره تحت عنوان 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 پذیرفته شد. در سالی که سپری شده ایستاده است، کارهای آمادگی به استقبال شایسته 30 سالگی جشن مبارک و مقدس استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در تمام گوشه و کنار کشور آغاز گردیدند. اطمینان دارم که در سال 2019 نیز عملهای وطن دوستانه مردم شریف کشور در بنیاد انشاءات گوناگون وسعت بیشتر پیدا نموده. با این وسیله بسیار مشکلات اجتماعی در شهر و ناحیه ها و دهات مملکت جای داشته برطرف کرده می شوند. هموطنان عزیز، تاجیکان از زمانهای قدیمترین مردم هنرمند و فرهنگ دوست بودند و همیشه و کسب هنرهای اجدادی ارز می‌گذاشتند. این خصلت خوب و شغل همروزه گذشتگان یعنی هنر و هنرمندی در بین مردم ما هنوز پابرجاست. بیهوده نیست که ترغیب کسب و هنر در ادبیات عالم شمول تاجیک یکی از موضوعهای اساسی بوده است. محض با در نظر داشت اهمیت این مسئله ما سال 2018 را سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کردیم که به شرافت این اقدام نه تنها شماره زیادی انشاءات ساحه سیاحی بنیاد گردیده، سطح خدمت‌رسانی در این سمت خیلی بالا رفت، بلکه دایر به احیای کسب هنرهای فراموش شده چاره‌های ضروری عملی شده ایستادند. ما مقصد داریم که با همین راه بسیار مشکلات اجتماعی اهالی را برطرف نماییم و برای بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم زمینه مساعد فراهم آوریم. با مقصد ادامه دادن این روند ما سالهای 2019 2021 را سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کردیم. دایر به دستاوردهای سال و وظیفه‌های در پیش ایستاده چند روز پیشتر در پیام خود ابراز نظر کرده تاکید نمودم که ما همه یکجا باید صادقانه زحمت کشیده وطنمان را آباد و دولت صاحب استقلالمان را نیرومند و پیشرفته گردانیم. ما وظیفه داریم که با سعی و تلاش اهلانه نفوذ و آبروی دولت تاجیکان را در عرصه بین المللی برهم برداریم. در شرایط نهایت پرتضاد و حساس جهان معاصر توسط بنیاد قصر و مرکزهای فرهنگ، آثارخانه و کتابخانه ها، برگزار نمودن چهارمین‌های فرهنگی، تجلیل سالگرد بزرگان علم و ادبیات، بلند برداشتن سطح معرفت اهالی، ترغیب علم و دانش‌های معاصر، گسترش خودشناسی تاریخی و فرهنگی در بین نورسان و جوانان و در روحیه وطن دوستی تربیت نمودن آنها اهمیت خاصه دارد. زیرا چنین اقدام راه بسیار مؤثر ایستادگری کردن با عاقبت‌های منفی روند جهانی شوی، حمایه منفعت‌های ملی، تاریخ و فرهنگ، زبان دولتی، رسم و آیین، سنت و عنعنه و آداب و اخلاق حمیده خلقمان می باشد. در این روند
ما باید به قدر دولت صاحب استقلال و وطن آزاد و صاحب اختیارمان رسیم. صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی را تحکیم و تقویت بخشیم. اعتماد کامل دارم که ما با زحمت وطن دوستانه و اهلانه خلق شرفمندمان همه هدفهای سازنده در سال نو 2019 به نقشه گرفته امان را سربلندانه عملی نموده پایه های استقلالیت دولتمان را تحکیم می بخشیم و وطن عزیزمان را باز هم آباد و زیبا می گردانیم. با ایثار همین نیت‌های نیک بار دیگر همه ساکنان سربلند و قوی اراده و زحمتکرین و وطن دوست مملکت همچنین هموطنان برون مرزیمان را با فرارسی سال نو میلادی 2019 صدقاً تبریک گفته به خاندان هر یک شما زندگی پرنشاط، رزق فراوان، سلامتی و اقبال نیک و به تاجیکستان عزیز و محبوبمان ثبات و آرامی، وحدت جاودانه ملی و پیشرفت روزافزون آرزو می نمایم. سال نو میلادی مبارک باشد هموطنان عزیز.